با چی سته حالا؟ خب آره این هست میپوشم. ساعت 4. آقا یه کولاکی بود که نگم براتون نزدیک بود چپ کنیم در اون حد. خب ولی نمیدونم کجاست، نمیدونم هیچی، فقط میدونم کشتره مامی که پشت سر منن. خب به خدا قدشون از من بلندتر. از کجا اومدی؟ سرندج کردستان. از سرندج اومدی اینجا که تو آسانسور گیر کنی. این قیافه من وقتی قطار 2 طبقه رو میبینم. من دادم هرگز انقدر فاصله داشت عشان ماشین توش دوری داد. بگید چی شده؟ شارژرمو تو سلام علیکم، خوش اومدید به کانال یوتیوبی خودتون. دارم چالش ویدیوی امروزمون مصاحبه خیابانی یا چالش نیست، ویدیوی امروز ولاگ چی؟ امشب ساعت 12 اتوبوسم حرکت میکنه به سمت تهران. تک و تنها میخوام برم تهران واسه دندونام. این تهران کامبوزی دندونام میکنم و میخوام شما رو با خودمون ببرم که تنها نباشیم. لطفا خواهش میکنم تا آخر این ولاگ با من همراه باشید. حالا ساعت 12 اتوبوسم حرکت میکنه و این ویدیو ساعت 10:30 داره میگیره. یعنی باید 2 ساعت خودمون جمع جور کنم، لباس همه چی اوکی کنم، برم. از این موهام خودش نیم ساعت کار داره. خلاصه بریم با هم آماده شیم و راه بیفتیم. خب آقا من تا اینجا آماده شدیم، موهامو اینجوری درست کردم. خب ولی خب با این تنها چون من حالت شلخته مثلا اینجوری فرفری خیلی دوست دارم. این بعد دیگه اینجوری مثل پود میمونه. خب میزنی به سرت خیلی خوب میشه. از اون موقع بعد یه کمی هم چیز آماده کردم خرت و پید واسه تو راه. بگین خب آقا واسه اینو چیز کنم. الان پوف مثلا این حالت میشه. خب خیلی هم قشنگ خوشگله. من که دوست دارم پوفی میشه. خب آقا چیکار کردیم؟ این نایلون مادر جان و زحمت کشید کالباس رو نمیدم از این خرت و پیتا گذاشتیم، بعد اینم گذاشتیم تو راه واسه تو راه واسه وسایل شخصی خودم هم که این کیف آماده کردم. چی گذاشتم توش؟ بلیتمه. به شدت دیر هست، زود نشون بدم برم شناسنامه که لازم میشه. یه کرم سفید کننده است واسه صبح رسیدیم شدن افتضاحه، یه پاور بانک، یه کمی پول نقده، کارتمه، ساعتمه که الان نمیندازمش. بعد آره دیگه همین. بعد چکمه واسه دندونم چک میخوان. بعد واسه تیپم سته. با چی سته حالا؟ خب آره این هست میپوشم چون سرد زمستونه. این یک اسی با اینم که سته با شروالش الان نشون میدم با یک کفش نیمی پود مشکی خیلی خوشگل میشه. خیلی کیفیت ویدیو هم که پایینه. به بزرگی خودتون ببخش. در کل ساعتم بندازیم اینجوری. حالا بیا ببرمتون جلو عینه نشونتون بدم. بیا بریم. در کل تیپمون شده این حاصلش. حالا بریم که راه بیفتیم و با ماشینم پدرم میرسوندیم ترمینال. از ترمینال تک و تنها میریم راه تهران میشیم. پس برو که بریم. سوار ماشین شد به شدت دیره، 20 دقیقه مونده تا اتوبوس هم حرکت کنه. پس هر چه سریعتر بریم. خب آقا ما رسیدیم سوابونه ما میریزیم از هم سفر گرفتیم و خیلی هم شلوغه. 1150 اتوبوس ما قرار داد اینجا. همه منتظرم. فقط اتوبوس ما نیومده. و اتوبوس ما رسید. مسافران سوار میشن. اینجا هم گفتن قبل از اینکه راه بیفتم برم یک خرت و پیدی آب معدنی چیزی بخرم تو ترمینال. زودم رسیدم. ساعت مال من 12 حرکت میکنه. 11:42 دقیقه رسیدیم. خودم یه چیزایی بردم ولی آب معدنی نمی‌برم. دستم خوش بگی. خسته نباش. من چیزایی نخریم. بریم سراغ. اومد. دستم خوش بگی. خسته نباش اجازه. نه والله. انا وقت كثير بعد رسال شدم یا گفتم یا خودی نشون میدم اینم خودم. بعد دیگه بریم به سوی تهران بزرگ.
وایسه واسه استراحت و بیدار شدم بخورم که شامتن لانه دارم ساعت 4 مسافره که میان بینیم دوباره قرار هیچ کس تو اتوبوس نیست البته و بله بالاخره رسیدیم داخل ترمینال تهران. اینجا هم که زد کنار و میگه آقا من چاود، یعنی خداحافظتم. پیاده شیم رسیدیم با کلی درد سر و دیگه گردن ازم چه ابتضایی بود. خود رسیدیم خلاصه. بله و ادامه بلاگو ببینید. یه چیزی بگم این سفر الان پیاده شدم خب ولی نمیدونم کجاست، نمیدونم هیچی، فقط میدونم گوشتم برم یه جایی یه چیزی بخورم بعد دیگه برم مترو رو پیدا کنم. کاپشونم هم دستم کاپشونم بودم خدایی خیلی سردم. ما اومدم این تابونی ها تو داخل ترمینالم استراحتی کوچولو کنیم، یه گوشی ما شارژ بزنیم، یه چیزی بخوریم اینجا، بعد بریم داخل مترو بریم گورشهر، چون کلینیک دندونم گورشهره. آره دیگه یکم گوشیم داشتم شارژ کردم و بریم ادامه شو. خودم هم ببینید سرها پرشور و سرها غذاینا رو خوردیم. حالا بزن بریم به سمت متروی آزادی تهران. حالا بگه سرده جا یا خدا. حالا من اینجا رو یه کمی بلدم خوبه ها، مثلا تا متروی آزادی رو بلدم. بعد که میسپاریم دست خدا. استاد کریم ببینیم چی کارمون میکنه دیگه. Let's go. این دوتا امامی که پشت سر منن خب به خدا قدشون از من بلندتر هستن. الان قد من 1.90 ها، ولی اون امام قدشون از من بلندتر بود نامستان. بله از ترمینال خداحافظی میکنیم و میریم به سمت مترو که بریم واسه استایم چقدر خوشگله. بریم سمت گوشهر. میرم به سمت مترو یه چیزی واسه تعریف کنم. من این 2-3 روزه که قصد داشتم میگم تهران واسه دندونام یه استرس خیلی زیادی داشتم، چون داخل راه همینطور که قبل دیدین به شدت کولاک برق بود و استرس زیادی داشتم. حالا اینکه یه آسیبی بهمون برسه یه بلایی سرمون بیاد چی میگم با دل شروع اومدم. پس میسویم دست خدا ببینیم چی کارمون میکنه دیگه. یافتمش بالاخره. آقا من رسیدم اینجا. خوب لسه نمیدونستم از کدوم سمت برم کدوم ایستگاه. ناچارم پرسیدم. ببخشید واسه ایرانی سبز از اینجا برم. ایرانی سبز خط 5 گلشه. چقدر قشنگه داخل مترو اینجا. من تا الان نیومدم. خیلی قشنگه. بگیرم از خودم. قدم همه دنیا رو دابه. داخل مترو آهنگ میزنن چه جالب. بله از خط هرم سبز داشتم رفتم واسه کرج. اینا مترو هم کرجن که همه وایسادن منتظرن و قطارمون رسید. یه چیزی بگم بهتون آقا در ادامه، من واسه اولین بار میبینم که قطار 2 طبقه است و این قیافه من وقتی قطار 2 طبقه رو میبینم خدایی اصلا دیگه چقدر تعجب کردم. آره دیگه ندید بدیدین دیگه. متروی گورشهر که آخرین ایستگاه بود پیاده شدیم بالا بینیم داخل کرج. سلام علیکم. آقا بگین چی؟ از چیزی که اومدم اسنپ بگیرم دادم اسنپ زده بود 2 دقیقه تا مطب. خب انقدر نزدیک بود خدایی چه شانسی دارم دیگه. هیچ اسنپ نگرفتم با پیاده اومدم والا مگه پای خودمون چشم. ولی اینجا آفتاب سندج من بارونی. ای خدا چه هوایی، آسمون نگاه قشنگ.
تا الان اتفاقی واسم پیش نیومده بچه‌ها تا الان خب، ولی از الان به بعدش دیگه خدا. این مسئله هم دیگه که بخوام بهتون بگم همینجوری پیاده روی میکنم خب شانس آوردم من شما رو دارم مثلا شما ویدیو میگیرم حالا وگرنه از صدهای جن میخوردم به خدا. همه مثلا تو گوش خدا رو خود بلا گرفتن و جواب کامنتاتون و لایک اینو کن و حمایت اونو استوری بذاره و های خدا. یه کوچولو سرد هست ولی خوبه. الان احتمال داشت بارون بباره ها. همینجور که داشتیم صحبت میکردیم من رسیدم سوسن شمالی. خب الان ساعت 11 ساعت 1 به من وقت دادن، من چیکار کنم؟ چه خاک تو سرم بریزم. در ضمن امروز پنجشنبه است دیگه. این ویدیو شما که میبینید پنجشنبه است، روز پدر، همه جا تعطیل به خاطر من که از شهرستان میام ساعت 1 باز میکنم. سلام، من یه کلاه تو کیفم بود اگر سرم شد انداختم. خواستم میگم که هر کاری میکنم این 2 ساعت تموم نمیشه. یاد روی میکنم سرم میگم تو گوشی ولاگ میگیرم با این 2 ساعت اصلا تموم نمیشه. منم گفتم تا این 2 ساعته برم این نهار رو توپ بر بدن بزنم. بعد دیگه نهارم هم خوردم و دوباره راهی مطب شدم. اومدیم این رستوران چیز نمیدونم چی رستوران اسمش چی اسمشه. این نهار خوردیم. الان هم دیگه بریم ساعت آخر شد 1. بعد کلی جنگ و دوام عرفای شد 1. و زنگ دادم گفتن الان کلینیکیم بیا ما داریم میریم. خیلی وقت منتظریم. اشکال نداره. خب من دو شهرستان پیش میاد. با خانم دکتر سوار آسانسور شدیم و آسانسور گیر کرد. جدی یعنی گیر افتادیم؟ اولین بار اصلا اینطوری شده. نه وایسا امید هست. فلشه رو زد. این امید نیست، این گیر مجدده. حتی نمیدونم تصورش کنم. از کجا اومدی؟ سرندج کردستان. از سرندج اومدی اینجا که تو آسانسور گیر کنی. نه تو رو خدا. هی حتی نیم ساعت آسانسور آزاد شد و ما اومدیم داخل مطب با خانم دکتر. خواهش میکنم اجازه است. سلام علیکم. همین که رسیدم مشتری قبلیشون که قبلا هم کرده بودن اومدن و نوبت اون بود. خدای شانس منو رسیدیم مطب. الان یه نفر نوبتش جلوتر از من افتاده و من منتظرش. امیدوارم که هرچی زودتر بگذره و برگردم شهر خودم. مثلا این شهر غریب چیز دیگه خدایا از دور قشنگه. اینجا هم گوشو گذاشته بودم که داره ساعت از دست میکنه. هر کاری میکردم ساعت نمیگذاشت دوباره. یعنی من امروز انقدر معطل و علاف بودم که نگو. خسته کوفته این صورت 48 ساعت نخوابیدم. و بعد کل انتظار نوبتمون شد. اینم قبل دندونام شما ببینین که با هم بریم شروع کنیم. بفرمایید. یعنی واسه شروع دندونامون انشاءالله که از اینجا بودم با حالتر. یعنی خدایی بالا دستش میگم یا دستش میگم خدایی خیلی 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 خانوم باحالی همه جوری پای است. من قدردان زمان نشستم و قرار شد همکاری داشته باشیم با هم در آینده. خلاصه بریم واسه کارش و نتیجه کار به شما نشون میدم. بریم بله اینجا کامپوزیت تموم شد. ببینید حالا میتونید کام ببینید. استرس داشتم و نمیتونستم ببینم. الان این دلیله بعد خدایی مگه از اینجا زده داریم ابوالفضل که گفت حالا خوب کنم خیلی ممنون. وای به خدا خوب شد. برو او مای گاد.
همین که برات خیلی خوب داشت دوست داشتم. Oh my god. چون معمولا دیاسما وقتی بسته میشه خیلی یاد اذیتن لحظه اولی که میبینن. چقدر خوشگله. خدا رو شکر. مرسی. آخه. بابا چه نمیزی؟ فقط تجربه کنم بعد من دندم هرگز انقدر فاصله داشت قشنگ ماشین توش دور میزه داره. همین سخت بود انقدر طولانی شد دیگه وگرنه مرسی. خب کار دندونام تموم شد الان دارم برمیگردم. اومیگا چقدر تاریکه. این اولین عکس من با کامپیوتر گفتم خودی نشون بدم. تموم شد الان میرم باشه سوار میشم برم سبزم پیاده میشم و نمیدونم بگین چی شده. شارژرمو تو مطب جا گذاشتم الان به دو باید تا مطب رو بستن برم. های خدا مردم وای خواهشن نبستم موهام ابوالفضل یا مرسل مطب زنگ زدم به خاطر من نبستن خدا ازشون روزی باشه. بعد از اون قضیه با مترو اومدم تا ارم سبز. از ارم سبز ساعت 10 شده بود 10:30 بود و دیگه متروها همشون از کار افتادن دیگه خاموش شدن. بعد اینکه با تاکسی گرفتم از ارم سبز تا آزادی. ولی اینجام داخل تاکسی هستم دارم میرم آزادی. ولی خوب بود یه دوری زدیم با ماشین. الان تنها دوری بود که زدم تو 24 ساعت و اینجام آزادی میبینید. آقا بعد از اینکه از آزادی پیاده شدم رفتم رستوران چیزی ببینم چون به شدت گشنم بود و دیگه به دو رفتم ترمینال سوار اتوبوس شدم. همینجور که داری میبینید همین که سوار اتوبوس شدم و نشستم غذا رو باز کردم غذا رو خوردم. فقط یه چیزی من گوشیم خاموش شد نتونستم ولاگ بگیرم. ولاگ تا همینجا بود. دمتون گرم واقعا دمتون گرم که تا اینجا ویدیو نگاه کردین. دست همتون رو میبوسم. خیلی ممنونم. وارد کانال شید. کلی چالش ها مسابقه خیابانی گذاشتم واسهتون. خلاصه ویدیو تا اینجا بود. تا ویدیو بعدی و ولاگ بعدی خدا حافظتون.